اجرای طرح آموزش تفکیک زباله از مبدأ در مناطق مختلف شهر تهران. این طرح با هدف آشنایی کودکان با زباله و چگونگی تفکیک آن انجام می شود. همزمان طرح ویژه نوماند هم برای جمع‌آوری زباله‌های خشک در تهران آغاز شده است. بچه بهش بگی من کی هستم؟ آموزش تفکیک زباله با زبانی کودکانه. آشغال رو بندازم تو زد آشغال. آشنایی نسل جدید با کلمه بازیافت. اینا همه سطح پسماندن که میتواند چرخه معیوب تفکیک زباله از مبدأ را به درستی به سرانجام برساند. مربیای آموزشی میاریم برای تفکیک زباله، از گروه‌های نمایشی تئاتری استفاده میکنیم. وجودشون میشینه که باید آشغالا پسمانداشون زمین نریزن و تفکیک رو یاد بگیرن. پسماند خوش در مبدأ یاد گرفتی؟ کودکانی که حالا با نمایشی عروسکی مفهوم تفکیک زباله که چرخه حیاتی محیط زیست است را درک می‌کنند تا این مسیر به درستی به ثمر بنشیند. آشغالا نمیندازن کوچه، من میندازم تو آشغال خشک‌ها توی که خیسر توی یه چیز دیگه. زباله خوش یعنی بطری، زباله‌های فلزی، کاغذ، بطری‌ها رو میندازن تو صندوق آشغال آبی. چیزای خطرناک رو بریزیم تو سطل طلایی. زباله‌های تر رو باید توی سطل مشکی بریزیم. چرا این کار انجام میدی؟ برای اینکه محیط زیستمون آلوده نشه و ما سالم بمونیم. البته در این مسیر ماشین‌های بازیافت هم برای مشارکت بیشتر خانواده‌ها در تفکیک زباله راهی خانه متقاضیان می‌شوند و پسماندهای خوش را تحویل می‌گیرند. با یه ترازویی که ما داریم بارشون رو جلوی شهروند می‌کشیم، توی برنامه با پشتیبانی هماهنگ می‌کنیم، ثبت می‌کنیم و مبلغ رو به کارتشون واریز می‌کنیم. اومدن راحت از درب منزلم تحویل گرفتن. میان جمع می‌کنن، نه جایگیره برای من، نه دیگه سختی داره. علاوه بر این که زباله‌گردا حذف میشن، شکل و شمایل شهر هم عوض میشه. اطراف مخازن که میبینی با حجم زباله مواجه میشیم، یا اطرافی که زباله‌گردایی هستن که بالاخره مخزن رو چپ میکنن، چرخ مخزن شکسته میشه، اون نازیبایی نابصری رو تو سطح شهر ایجاد میکنه که اگر تو طرح نومان شرکت بکنن و ثبت نام بکنن قطعا اتفاق خیلی خوبی برای شهر میفته. مونا شمسایی، خبرگزاری صدا و سیما.